موضوع اختلاف سنی زیاد بین بازیگرای نقشای اصلی تو سریالای ترکی جدید، مخصوصا زوجهایی که کاراکتر مرد خیلی بزرگتر از کاراکتر زنه، تبدیل به یکی از بحث‌های داغ تو شبکه‌های اجتماعی ترکیه شده. به طور کلی واکنش مردم ترکیه تو فضای مجازی به این موضوع ترکیبی از انتقاد شدید و بی‌تفاوتی یا توجیه بوده. بخش بزرگی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی، مخصوصا تو پلتفرم‌هایی مثل توییتر و ردیت، به شدت منتقد این روند هستن و اونو نشونه‌ای از تبعیض جنسیتی تو صنعت سینما و تلویزیون میدونن. بزرگترین انتقاد اینه که چرا وقتی بازیگرای زن به سن 30 یا نهایتاً 40 سال میرسن، فقط نقش‌های مادر یا خاله به اونها داده میشه، در حالی که بازیگرای مرد تو سن 40 تا 50 سالگی همچنان در نقش یک عاشق مقابل یک بازیگر زن 20 تا 25 ساله قرار میگیرن. خیلی‌ها معتقدن این اختلاف سنی زیاد به صورت ناخودآگاه نابرابری و کلیشه‌های غلط جامعه در مورد روابط رو عادی سازی میکنه. برخی کاربرا میگن این اختلاف سنی توی فیلم و سریالا واقعا توی ذوق میزنه و شیمی بین بازیگرا رو ضعیف میکنه. مثلا یکی از کاربرها کامنت گذاشته که چرا کارگردان‌ها اصرار دارن مردهای 50 ساله رو با بازیگرهای زنی که همسن دخترشون هستن جفت کنن؟ مگه زنهای 40 ساله عشق و داستان ندارن؟ گروه دیگه‌ای از کاربرا و طرفدارای این سریال‌ها این موضوع رو زیاد جدی نمیگیرن و معتقدن که نباید زیاد درگیر حواشی شد. اونا میگن چیزی که مهمه شیمی بین بازیگرا هست. این عده میگن تا زمانی که بازیگرا نقشاشون رو خوب بازی میکنن و شیمی بین کاراکترها برقرار باشه، سن واقعی اونها اهمیتی نداره. بعضیای دیگه به این نکته اشاره میکنن که این یه واقعیت تو صنعت سریال سازی جهانیه و ترکیه هم از اون مستثنا نیست. اونا معتقدن که شاید به دلیل نیاز به بازیگرای زن جوانتر برای بازنمایی برخی از نقش‌ها این اتفاق میفته. برخی از بازیگرایی که به دلیل اختلاف سنی زیاد با پارتنرهاشون هدف انتقادها قرار گرفتن، مستقیما به این حواشی واکنش نشون دادن. مثلا هالوک بیلگینر، بازیگر سرشناس 70 ساله، در پاسخ به انتقادات در مورد اختلاف سنیش با پارتنر جوانش توی یکی از سریال‌ها گفته: به نظرم زیاد نباید شبکه‌های اجتماعی رو دنبال کرد. هالوک با این پاسخ کوتاه نشون داده که به حواشی فضای مجازی اهمیتی نمیده و تمرکزش روی کارشه. در حال حاضر یکی از جنجالی‌ترین زوج‌هایی که به خاطر اختلاف سنی بالا تو شبکه‌های اجتماعی ترکیه مورد نقد قرار گرفتن، مربوط به بازیگرای سریال خانواده یک امتحان هسته که قراره به زودی پخش بشه. این زوج اصلی به دلیل اختلاف سنی قابل توجهی که دارن، تو هفته‌های اخیر بحث‌های زیادی رو توی فضای مجازی به راه انداختن. کنان 51 سالشه و آفرا 27 سال. یعنی اختلاف سنی اونها حدود 24 سال میشه. خیلی از کاربرای توییتر و اینستاگرام این انتقاد رو مطرح کردن که این رابطه بیشتر شبیه رابطه پدر و دختریه تا یه زوج عاشق. این دیدگاه به ویژه بعد از موفقیت بزرگ آفرا تو سریال چشمچران امارت و درخشش در کنار پارتنر جوونش مهد رمضان دمیر شدت گرفته. برخی کاربرا با کنایه گفتن که کنان به جای نقش پارتنر بهتر بود نقش پدر آفرا رو بازی می‌کرد. تو شبکه‌های اجتماعی این موضوع مطرح شده که چرا تهیه کننده‌ها سراغ بازیگرای زن هم نسل کنان، مثلا بازیگرای بالای 40 سال نمیرن. خیلی‌ها معتقدن که تهیه کننده‌ها عمدن سراغ جوان‌ترین بازیگرای زن میرن تا بیننده‌های جوان رو جذب کنن، در حالی که این کار فرصت‌های شغلی رو از زنان مسن‌تر سلب میکنه. بعضی از طرفدارای قدیمی کنان که اونو از سریال ازر دنبال میکنن و طرفدارای جدید آفرا، با وجود انتقادات همچنان امیدوارن که بازی قوی هر دو نفر بتونه این اختلاف سنی رو بپوشونه و شیمی متفاوتی رو روی پرده ایجاد کنه. در آخر باید گفت که این زوج یکی از مصداق‌های بارز نقد جامعه ترکیه به تکرار الگوی مرد مسن زن جوان در تلویزیونه که کاربرا اونو بازتابی از دیدگاه‌های سنتی جامعه میدونن. به طور خلاصه، در حالی که صنعت سریال سازی ترکیه همچنان به ساخت زوجهایی با اختلاف سنی زیاد ادامه میده، بخش آگاهتر جامعه و کاربرای شبکه‌های اجتماعی این روند رو به شدت زیر سوال بردن و نقد میکنن. نظر شما چیه؟